يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بینندگان عزیز. اینک متن دعای دست جمعی که برای شب جمعه یعنی شب 27 اکتبر به 28 اکتبر و در نماز جمعه 28 اکتبر اعلان کرده بودیم پیشکشتان می نماییم. بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش باد خداوند را که خالق و پروردگار کل عالمیان است، آفریدگاری که نه تنها در دعا را تا ابد باز گذاشته است بلکه آن را عبادت قرار داده است. درود و سلام او بر پیامبرش محمد و آل و اصحابش باد. پروردگارا، ای خالق جهانیان و بخشنده و مهربان، تو خودت شاهدی که به سر ملت تاجیک در یک عصر آخر چه مصیبت‌های آمد و بدترین آن در چهار یک عصر آخر رخ داده است که اگر قبلا از بیگانگان می رسید اینک از خودی هاست. ما اعتراف میکنیم که این مصیبت ها به سر ما ملت تاجیک تنها با عیب و گناه خودمان است و تو به هیچ کس ذره ظلم نمی کنی. ای مغفرت کننده گناه ها، اگر این مصیبت ها بر ما از گناه هایمان است پس گناه هایمان را مغفرت کن. و ای گرداننده قلب ها، اگر این مصیبت ها از پراکندگی ماست که بر اسمانت یک جای چنگ نزدیم پس قلب های ما را یک جا بگردان تا متحد شویم. ای گرداننده حال، البته تغییر وضع امروزه ما وظیفه خودی ماست، چون خودت گفته ای که خداوند حال هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا آنچه در نفسهایشان هست تغییر دهند. ولی تو با مهربانیت به ما در تغییر آنچه در نفسمان هست کمک کن تا آن با بهترین وجه انجام یابد. ای حامی مظلومان و عادلترین عادلها، گروه با استفاده از اینکه مردم دیگر جنگ و خون نمیخواهد میخواهند این مردم را به غلام خود و خانواده اشان تبدیل دهند، کشور را به فروش گذاشته‌اند. گروه دیگر مردم را غارت، حبس، تحقیر و قتل میکند. به زنان و پیران و کودکان هم رحم ندارند و تیارند به خاطر کرسی هایشان ملت را بار دیگر به خون بکشند. مگذار که ملت بار دیگر وارد قتل و کشتار شود و خون بیگناهان ریخته شود. هر کسی از این ظالمین لایق هدایت است پس هدایتشان کن و هر کسی لایق نیست با بهترین وجه این ملت ستم دیده را از شرش نجات بده. ای تکیهگاه غریبان و اجابت کننده دعای آنها، این ملت در تمام جهان پراکنده شده است و روز از روز پراکنده تر می شود. قلب های ملت را مثل خودش پراکنده مساز. قلب های کل ملت را یک جایه بگردان و در قیام علیه طاغوت توفیق عطا کن. به تک تک افراد این ملت خودشناسی و جسارت عطا کن تا در دفاع از حقوقهای خود غیور باشند. پروردگارا، خود شاهد هستی که ملت همه صبر و تحمل و دعوت و حکمت را طبق فرموده ات انجام داد. اگر برای رفع ظلم چاره جز قیام نمانده است خودت این ملت مظلوم را کمک کن و پیروز بگردان. بینندگان عزیز، این متن در سامانه پیام نت هم نشر شده است. از تمام بینندگان و خوانندگان خواهش می شود این متن را به هر کسی می توانند به هر راه برسانند.